با کوره آدمپزی و کبابسازی انسان آشنا شوید. استغفر الله. با دیدن این صحنه مو در بدنتان سیخ خواهد شد. اما قبل از همه لایک برنامه را فراموش نکنین تا تعداد مسلمانان باقی را در این مقطع حساس بدانیم. فالضال علی الخیر کفاعله. همچنان صفحات ما را لایک کنین تا برنامه‌های جدید ما را از دست ندهید. شیخ عبدالعظیم هستم با برنامه‌های جالب اسلامی از هر سو نقاط جهان اسلام در خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ویدیویی را که مشاهده میکنین هتل بزرگی را نشان میده که در او انسان‌ها را میپزن. شما دقیق میبینین که انسان‌ها را به مثل گوسفند و دیگه حیوانات لاندی میکنن. استغفر الله. استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه. البته اینجا سر انسان‌ها را بریدن، صرفاً بدنشان را روی آتش می‌سوزانند. در این ویدیوی کوتاه دیگه می‌بینین که انسانی را با وجود داشتن سر کباب می‌کنند. استغفر الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. عزیزان جان بیننده، این صحنه ها واقعا قلب یک مؤمن و مسلمان را تکان داده و او را به فکر فرو میبره که چطور انسانی میتونه چون این کاری را انجام بده. الله رب العزت با اشاره به برخی از گناهان مثل جاسوسی و غیبت و غیره در قسمت وسط آیه 12 سوره حجرات سوره 49 قرآن پاک می‌فرماید: ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. آیا کسی از شما دوست داره که گوشت برادرش در حالی که مرده است بخوره؟ حقی است که او را ناپسند می‌دارین. در مورد تفسیر این آیه شریفه به طور خلاصه گفته میتونیم که این مثل برای تنفیر و ایجاد حس انزجار نسبت به غیبت است، زیرا گوشت انسان طبیعت انسان از خوردنش نفرت داشته و سرشت بشری او را ناپسند میداره. گذشته از اینکه این کار شرعاً نیز حرام است، از او کراهیت دارین. یعنی چنانچه که از خوردن گوشت مرده تنفر دارین، از یاد کردن برادر مسلمان خود به بدی نیز بپرهیزین و نفرت داشته باشین. ببینین انسان طبیعتاً از خوردن گوشت انسان بدش میآید، اما وقتی اگر انسان دین در زندگیش نباشه حتی به فکر خوردن گوشت برادر خود نیز میشه. پس این حقیقت هرگز فراموش نکنیم و شکر او را به جای بیاریم که الله متعال ما را مسلمان آفریده. هرچند او تعالی جل مجده از بدو پیدایش برای انسانها کرامت و شرف بخشیده، ولی این شرف و عزت با داشتن ایمان به الله متعال دو برابر میشه. پس الله متعال را نسبت به ایمان و کلمه‌ای که برای ما نصیب کرده بی نهایت شاکر و سپاسگزار هستیم و تشکر میکنیم. الحمدلله علی نعم الاسلامی و کفا بنا علی نعمه. اللهم صل و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. پس برای رسانیدن این پیام به گوش تمام امت اسلامی و از اینکه برنامه‌های جذاب و جالب دیگرمان را از دست ندهید، حتمی برنامه ما را لایک نموده و شیر نمایید ان شاء الله تعالی.